90% آدما باور به کتاب آسمانی دارن که حتی یک بار نخوندن و معتقدن همه چیزای خوب دنیا توشه که اصلا نمیدونن چیه و معتقدن هیچ چیز بدی نداره که اصلا نمیدونن بد چیه. اصلا کاری به این کارا ندارن. بنابراین اون چیزی که بعدن علم و عقل و واقعیت به من شما میگه حرفی است که ارسطو زده. زندگی که یک بار زیر سوال نره ارزش زیستن نداره. معناش اینه که همه چیز باید بره زیر سوال. و در اینجاست که من و شما رو از مسئله باور و اعتقاد میرسونه به آرمان خواهی. یعنی به جای یه ایدئولوژی من شما رو میبره به یه ایدئال. و متاسفانه جهان ما به وسیله ایدئولوژ ها و کسانی که ایدئولوژی دارن اداره میشه. یعنی یه مجموعه است که خودشون قبول دارن عیب داره ایراد داره. بنابراین وقتی بهشون میگید چرا این حرف این گونه زده شده یا آن گونه، آخه این مال 100 سال قبل 500 سال قبل موقع مردم اینجوری بودن اون اینجوری کردن. خب به من چه پس؟ یه روزی کسی مریضی داشته که بهش یه دوایی دادن که اتفاقا هم کار نکرده. حالا من یه مریضی دیگه دارم، من برای چی باید اون دوا رو مصرف کنم؟ اما شما اینا نمیتونید به مردم این رو بقبولید. بنابراین روزی که شما بگید من یه آرمان خواهم، یعنی کی؟ یعنی کسی هستم که تمام باورها و اعتقاداتم رو با بیرحمی زیر سوال بردم. اگر به من بگن 10 جا سخنرانیه، یه جاش علیه اعتقادات تو، 9 جاش به نفع تو، من میرم اونی که علیه منه، برای که میخوام اینم حرف آخر نظریه مختلف و متفاوت چی. اگر من یک جلد کتاب دینی خودم رو خوندم، هر چی کتاب علیه دین خودم هست رو باید خونده باشم تا مطمئن باشم تمام اعتراضاتی که متوجه اون است کجاست. نه اینکه من فقط بال خودم رو خوندم و دلم باش خوشه، تازه همونطور که عرض کردم غالب با همون رو هم نخوندیم.